این برادر کوچیک ما محسن مدتی در این منجلاب گرفتار شد، افتاده تو دام اعتیاد. ما 3-4 بارم خوابوندمش، کفایش زدم، بستمش به تخت. هنوز این مواد از این خیلی توپلی بود، اینجوری نگاش نکن الان تکیده شد. این مواد با بدنش این کار کرده. چی میگی به مهمونه؟ جان؟ چی میگی به مهمونه؟ 1-2 تا توصیه بازیگری دارم ازشون میگیرم که بهم کمک کنن. زود سریعتر دیگه داری گفتگو میکنی. تو رو به سیبیل کاظم قسم افتاده تو دام اعتیاد، نفهمیده. این اگه چیز کن ردیش با خدا کار نکردم. چرا میخندن همه؟ این خانم که اصلا سابقه داره. ما رو شما خیلی حساب کردم جناب سروان. این چیه؟ سلام. هیچی، برای آیندت خوبه. ممکنه دارو هم تلخه ولی میگرده بدن سالم میکنه. یه مدتی میخوابی، این مواد در دسترس نیست، نجات پیدا میکنی. سروان حسینی خدمت شما. جناب خان برنامه نصفه مونده. سلامت آقا بفرمایید. خداحافظ کیایی و شاید خداحافظ اعتیاد. بیننده های تو خونه 1001 دیگه کنار شما بودیم. خوشحالم که این مرد از امروز زندگی جدیدی رو شروع میکنه.